نوشت کامی جان این استپایی که می‌بینی برمی‌داری باید اینا یاد باشه. اون چجوری میذاره زمین؟ من لخشم. آره لخ شو. منم لخشم باهات همینجا. لخش. داشتم من داشتم من شنگور و سرحالم من یه بری بده جوشم من داراخ دیراخ داخ دیناراخ دیراخ باه. خب ما هم فیلم داریم میگیریم یه چیزی بخون. هوا خب سرد دیگه هویج خب زرد دیگه بابام خب مرد دیگه. والله چه آهنگای شهرانویی بودن اینا. برم بالا برم بالا. من غور شده سوار نه نگیر بابا بلمون کن ازدگاری ها میگه نگیر. مثل بچه ها مردادین ها نشسته داریم تریاک میزدیم یا من درون نشم گوی وای نگیر. گفتم بابا این ازدگاریش اینی که باید بگیریم. این داره میگه بخون میخوندیم جوادیت داری بخون میگه رفقا دور منو سخت بگیرید که من اندارم که از این میوه نایاب فقط من دارم رو بیار پرش کنم از این انه شلش کنم نخود خام توی بادیه کوبیدن داره دست جمعی که بشاشیم ثواب دوتا ریدن داره یه بری بخواب دم به جز گرمایی پختم چه هوای دیشی ما این رو تو سربازی میخوندیم. من اینقدر برای شعر بخونم تا حالت به هم بخوره. میگه تو که با نقل و نبات می میزنی آق و لباس مرا کی میزنی. دلم مرحبه در اومد صدای دلبر بگفتم چه هستی بگفتم این حالت ها قشنگ معلوم باشه که اینجا رو بگیریم. اوکی خوش حالا چون بذار نزدیکتر گرفتن برم میگه بگیم این بر چرا بگیم این بر من چرا پردازی من میکنم خودم. هوا فیلم میگیرم زنم بالا خونه کس دار. نه این زنه و بالای خونه زن مردم چقدر لذت داره کس کردنش ها؟ زن اصلا کلا کس کردنش خیلی لذت داره. چرا اینقدر لذتش زیاده؟ برای اینکه داری بهش محبت میکنی. این وقت دیشب یه زنه اومده تو چتروم میشناسمش باش قبلا صحبت کردم. بعد شوهرش خیلی آدم گوییه دکتر هم هست. بهش گفتم ببین بلند شو یه بلیط بگیر. چیه؟ Anyway, hope all's well. Bye-bye. مشیه باد رنگ گرفت پولشو از من گرفت دیدیم خوابیدی به روز نخواب خواب جا کن خوبه خواب وسط ظهر رو بهش میگن قیلوله بخواب حال کن بعدم باید قربانت خدا